میخوام 10 تا از بهترین سریال های تاریخ ترکیه رو بهتون معرفی کنم. شماره 10 فاتما گül'ün سوچونه، در مورد دختری ساده و بیگناهه که مورد تجاوز و ظلم قرار میگیره ولی تصمیم میگیره که سکوت نکنه و قوی تر از درداش بیسته. شماره 9 کارا سودا، دو قلب از دو دنیای متفاوت، کمال و نیهان، عشقی که با فقر و ثروت درگیر میشه. شماره 8 سریال چوکور، برای کسایی که عاشق سریال های مافیایی هستن، در مورد محله‌ایه که قانون خودشو داره. شماره 7 ایچرده، این داستان در مورد دو برادر گم شده است که یکی پلیس میشه یکی مافیا، یه داستان پر از هیجان تا آخرین قسمتش. شماره 6 کوزیگونی، داستانی در مورد دو برادر با دو تا شخصیت کاملا متفاوته، زمانی که دو برادر عاشق یک نفر میشن. شماره 5 محتشم یوزیل که همه ایرانی ها با این سریال آشنان، که در مورد داستان سلطان سلیمان و عشقش به خرم سلطانه. شماره 3 کورتلار وادیسی، داستانی در مورد عدالته، مردی که از دل تاریکی بیرون میاد تا عدالت و هر طوری که شده بسازه. شماره 2 قیام ارطغرل، یکی از سریال های تاریخی ترکیه در مورد ارطغرل گازیه. و میرسیم به شماره 1 سریالی که هممون منتظرش بودیم، ازل، در مورد مردیه که همه چیزشو از دست میده و با چهره و هویت جدید برمیگرده تا انتقامشو بگیره. به نظر شما توی این لیست جای کدوم سریال خالیه؟